این سترک الجمیل، این عفوک الجلیل، عفو آمرزش بزرگ تو کجا؟ این فرجک القریب، فرج و گشایش نزدیک تو کجاست؟ الان بیا دست منو بگیر، نگو روز قیامت، نگو عالم برتر، نگو آخر عمر، ما طاقت نداریم، بیا زود. این بیا تو القریب، کجاست اون دادرسی تو که فوراً بیاد و به داد ما برسه؟ سریع. این رحمت الواسع، اون رحمتی که الان بیاد ما رو بگیره. این عطایات الفاضله، عطایای خوب و برتر تو کجاست که فوراً بیاد در و پای ما را فرا بگیره؟ این مواهب السنیه، اون عطایا و بخشش‌های عالی، اون مدال‌های عالی، اون نشانه‌های پرقیمت که بندگان خود می‌دید، اونها کجاست؟ این صنایع و کسنیه، اون جایزه های شایان، اون مدال های عالی، اونها کجا؟ این فضلک العظیم، فضل بزرگت کجا؟ این منک الجسیم، اون عطای چشمگیر و پیکردار تو کجا؟ این احسانک القدیم، اون احسان قدیم تو کجا؟ این کرمک یا کریم، کرم تو کجا ای کریم؟ بگیر از دست من، از تو تقاضا میکنم که اون کرمت مرا بگیر، مرا استنقاذ کن، از این بلا نجات بده، برو با مرا. من افتادم در دریا، دارم غرق میشم، دریا آب حیات نیست، باطلاقه، فرو رفتم از اطراف این مرداب، آب مرداب متعفن دنیا، آرزوها عواطف، عالم غرور و تخیل مشام مرا متعفن کرده. صدای کنی که به گوش ما نمیرسه، از تنبیزی استنباز کن، بگیر مرا و برو با و بیرون بیا و به رحمتی که فقط به نزد رحمت دست مرا بگیر و خلاص کن. یا محسن و یا مطمن و یا منعم یا مفضل، ای خدای نیکوکار، ای خدای خوش‌کردار، ای خدای نعمت بخش، ای خدای فضیلت دهنده و افضال دهنده.